السلام علیکم بینندگان گرامی مخلصان فوتبال. اینک دور دومی بازی‌های فینالی جام آسیا بین نوسان امروز به پایان می‌رسد و امروز دو بازی گروه دی است که در یکی از آنها دسته منتخب تاجیکستان با دسته منتخب کره شمالی یا خود کره خلق دموکراتیک قوم عضویت. این بازی از همه مهم و نهایت جذاب خواهد بود. از کدام خاطر؟ از آن خاطر که کدام دسته در این بازی امروز غلبه میکند حتما با بازی‌های چهاریک نهایی میبراید و بعداً به جام جهان میرود. با امید آنکه دسته منتخب تاجیکستان به بازی‌های جهانی میرود جام جهان. ما این برنامه تا بازی را شروع میکنیم و در استودیو با من محمد جان حبیب‌اللهیف کارشناس فوتبال همیشه هستند و ما امروز در این باره با شما حرف زدیم. خب پیش از همه خوش آمدید. دوره گذشته ما در برنامه تو بازی خیلی خوب گفتیم و در نتیجه دسته منتخب تاجیکستان غلبه کرد. امروز چی بگیم؟ از چی سر بکنیم؟ سلامت باشین. پیش از همه من بخواستم سلام خود رو با مخلصان فوتبال رسانم و امروز که یکی از روزهای تاریخی می باشد که ممکن ما در تاریخ فوتبال امروز یک روخت باری سوم روخت به بازی جام جهان گیریم و البته ما این بازی رو انتظار داریم و کوشش میکنیم که از طرف ما از طرف متخصصان مخلصان یک دلتی با دسته ما و شاگردای ما تیم که امروز فقط به ما غلبه در کار است. در حقیقت درست گفتید. ما هم غلبه رو طوری گفتم انتظار هستیم. با ما حالا در تماس اینجا اینومدین احمدزاد که در عربستان سعودی هستند و در ورزشگاه هستند اونجایی که بازی برگزار میگردد. حالا ما با اون کس در تماس میشویم. اینومدین سلام علیکم. فکر میکنم که همه بر جایش است و دسته ما آماده هست که به این بازی شروع کند. اما در عربستان سعودی چی گپ است؟ در دسته که شما چند روز باز با این دسته هستید؟ خب من فکر میکنم که شما ما رو میشنوید یا که نه. الحال از شما جوابی نامده است. میگم که در عربستان سعودی چی نویگری است در دسته منتخب تاجیکستان که امروز الکی با بازی میدرویند. شما پیشتر گفته بودید که بعضی ها آسیب دیدند یا خود لرز برداشتند. حالا این وضعیت چگونه است؟ درود همکاران عزیز، درود بینندگان تلویزیون ورزش. بله حالا ما در ورزشگاه قرار داریم که تیم منتخب ما بازی دوم خود را اینجا برگزار میکند و این نوبت نه همچون دسته میزبان. بله ما شما را میشنویم. تشکر. خوب چی نویگری ها هست؟ آسیب دیدگان هستند در دسته منتخب تاجیکستان یا که همه سالم هستند و بازی را ادامه میدهند؟ بله استاد، در عموم همه چیز خوب است و ما شما رو میشنویم. خب بازیگرانی که آسیب گرفته بودند مخصوصا بهادر نظرزاده نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان حالا در هیئت دسته هست، تمرین میکند ولی در هیئت احتیاطی قرار دارد و در برابر او باز دو تغییرات دیگر نیز امروز در هیئت منتخب تاجیکستان به نظر میرسد، مخصوصا مؤلف گل پیروزی آور. میشنویم شما رو. مرحمت. نه همه بازیگران آماده‌اند برای بازی کردن و خب بازیگری که گل زده بود امروز در هیئت اساسی نیست. شاید این یک انتخاب تاکتیکی است که امروز نظرالله اشورعلی زاده در هیئت احتیاطی منتخب نورسان سالهای تاجیکستان قرار دارد و دیگر همه بازیگران آماده‌اند برای رقابت کردن و همه چیز خوب پیش می رود. خب سرمربی دسته منتخب تاجیکستان رجینی با نزد شما آمد و شما از او پرسیدید که چرا شما به نزد ما آمدید؟ آیا از نگاه مثلا گوییم که همین بازی نیوید که جدی هست از نگاه روانی او کمی مثلا خسته شده است که امشب در روز خواب نکرد؟ از جهت روانی آماده شدن بچه‌ها اگر بگیم سرمربی منتخب تاجیکستان مارکو رجینی اشاره کردند که ما از بازی بر مقابل عمان دیده در این رقابت بیشتر از جهت روحی روانی بچه‌ها را آماده کردیم و آماده‌ایم که مبارزه بریم بر مقابل چه کره شمالی چه ایران چه هر دسته دیگر و همچنین خب کمی میبینیم که ناخوشی‌های تکنیکی هستند. اینجا اینومدین شما رو نمیشنوید به فکر من. نه عموما در این مورد صحبت ها قبل از آمدن به ورزشگاه بود. بله
نه از این جهت که مثلا بازی مشکل است، بلکه از اون جهت که بیشتر او در مورد تاکتیک بازی اندیشه می‌کرده است، بچه‌ها رو برای بازی بر مقابل منتخب کره شمالی آماده می‌کرد. از این جهت شب گذشته حتی سرمربی خوب نبودند و پیش از همه تاکتیک تیم منتخب تاجیکستان رو معین می‌کردند برای بازی بر مقابل منتخب کره شمالی. خب ما خوب میدونیم که میانی فوتبال بازون هستید و از اونها پرسیدید که امروز چگونه بازی میکنن، رویهشون چگونه است؟ یعنی کره شمالی بسیار بسیط خوبه. و سرمربی منتخب تاجیکستان از مسابقه خود در صحبت انفرادی در مورد جدی بودن رقیب سخن کردند و اشاره کرد که ما با احتمال زیاد بر مقابل قوی ترین دسته مسابقه جام آسیا 2025 رقابت میکنیم و این البته که بازی ما رو مشکل میکند. از طرف دیگر از تاجیکستان دیده تیم کره شمالی بیشتر به امتیاز نیاز دارد، چون که آنها در بازی اول پیروزی به دست آوردن نتوانستند، صاحب سه خال نیستند، فقط یک امتیاز دارند و در جای سوم هستند در گروه و تلاش‌های آنها بیشتر از تیم منتخب تاجیکستان خواهد بود. اما چگونه که سرمربی گفت، چگونه که ما از روحیه بچه‌ها، از انگیزه بلندی آنها دیدیم، ما باور داریم که نورستان تاجیک در این رقابت نیز با بلند بیرون میآیند. خب اینا میبینم که اینجا کمی نقصهای تکنیکی هستند، گوی شما ما رو نوشتید، گوی دیگر ما برای همین ما برای کار میخوایم با شما و امروز ببینم که هوا مثل روز اولی که دور اولی که بود همون گونه است، یعنی هوای معتدل با بازی یا که الکی هوا گرم است؟ نه امروز هوا با فرق از روز بازی اول به نهایت گرم است. واقعا در بازی روز اول گویا که ما در اقلیمی با مانند شهر دوشنبه یا اینکه من در اون وطن عزیز خودمون بازی میکردیم، هوای سلقین شمال فورم داشت و برای بچه‌ها عموما در میدان نه تمرین کردن نه بازی کردن مشکل بود. اما اکنون این حال هوا به نهایت امروز گرم است، دیگر نه هوای ابری است و نه شمال، ولی به هر حال فوتبال بازان ما کمر همت بستند تا اینکه غلبه کنند و تمرین‌های پیش از بازی خود را الکی شروع کرده در میدان کار کرده ایستادند. باز یک سوال دیگر، بعد اون که ما گل دوم رو زدیم، یک گل دیگر در دقیقه بعد این گل دوم با طور دروازه به نظر ما وارد شد. وقتی که نظریف محمد جان گل زد، توپ وارد طور دروازه افتید و برگشت با تیر دروازه و به بیرون آمد. در این باره بحث ها بودن که این گل بود یا که نبود؟ راستی بحث‌ها بین استاد مربیان خیلی زیاد بود و بعضی‌ها حتی از ما پرسیدن که خب نورهای همون حالت را باشد اگر برای ما پیشنهاد کنه تا ببینیم. خلاصه این گونه حتی سالها بودند، ولی یک چیز جالب دیگر این بود که بازیگری که خب در هیئت منتخب نورستان تاجیکستان او رو شبیه میکنند یا اینکه مانند میکنند با محمد صلاح مصری، خب خودش پس از بازی گفت من رو افتاده نیستم از اینکه این ضربه من خب گل حساب کرده نشد، بلکه کوشش میکنم و این برای من انگیزه بیشتر میده تا اینکه در بازی آینده کوشش کنم تو نه اینکه حتی یک گل بلکه بیشتر از یک گل زده باشم. ولی یک چیز جالب دیگر این بود که حتی خب کنفدراسیون فوتبال آسیا در شرح بازی که در سامانه‌های خود در اینترنت گذاشته بود، شرح بازی منتخب تاجیکستان و عمان، اونجا همه لحظه‌های جالب بازی بودند بغیر از همین ضربه. این دلالت از آن میکند که اونجا داوران با احتمال زیاد اشتباه کردند و این اشتباه رو کنفدراسیون فوتبال آسیا نخواست که در شرح بازی باشد. در چند رفت بازی ما همگی آن را شاهد شدیم و دیدیم. تشکر زیاد. این چیزهایی که شما گفتید در نواری که ما اینجا نشون میدیم حتما هست. این گلی که اشتباه نشد، لحظه ها بسیار لحظه های جالب هم بودند. ما فکر میکنم که نومیدین امروز بازی زیبا رو ما انتظار میشیم و بعد غلبه دسته منتخب تاجیکستان باز با شما در برنامه بعدی بازی و میخونیم و با سوالهای خود جواب میگیریم. تشکر با شما. ما حالا برمیگردیم به استودیا. خب طوری که دیدید الکی اینومدین هم خیلی گپ سخنهای خوب گفت، از اون خاطر که ببینید در حقیقت لحظه‌های بازی همون گلی که بود نشون داده نشد و حالا از کارگردان خواهش میکنم که لحظه‌های بازی تاجیکستان و عمان رو نشون داد که اینجا ما با حساب 2-1 ظفر یافتیم. بله این لحظه های همین بازی است که در این بازی یک روحیه بلندی فوتبال بازان ما احساس شد
و اینجا فوتبال بازان ببینید ما از مسافه دور حساب رو باز کردند. اینجا حالا ظریف زوده در دقیقه سیوم بسیار بر وقت حساب رو باز کرد، عالی بود. ببینید ضربهش هم ضربه نهایت خوب است. و بعد این حالا ما یک لحظه دیگر رو میبینیم. اینجا یک خرج و مرج در نزد دروازه منتخب تاجیکستان است. اینجا ضربه به همون ستونی دروازه برمیخورد و دروازه‌بان ما هم اینجا بسیار خوب بازی کرد. ولی چی میگید که اینجا محمد توانست در این حالت حساب رو برابر کند. فوتبالبازان ما از یک روح افتاده نشدند. بعدا هجومی پای در پای ما صورت گرفت و ما در قسم دوم حالا اینجا هم فرا میرسد یک هجومی خیلی زیبای فوتبالبازان ما. عموما اگر گوییم که فوتبالبازان ما اینجا خوب بازی کردند، من همون بازی‌های پیشینه که 17 ساله‌های تاجیکستان بازی می‌کردن همون لحظه ها رو دیدم. اینا هم مثل همون نفرانی که به چمپیونات جهان رفتن همون گونه بازی میکنن. حالا ببینید اینجا چگونه ضربه های عالی زده میشوند. بسیار هم خوب است که در این دسته ما نفرانی هستند که ضربه های نهایت عالی دارند. از جمله مثلا همین اشورالی زوده بسیار قدرت‌های خوب رو با وجود آورد. حالا ببینید این ضربه که غیر چشم داشت وارد دروازه شد و دروازه‌بان دسته منتخب عمان در اینجا از عهده نگاه داشتن این توپ نبود. حالا باز لحظه هایی که اینجا تکرار با تکرار ما دادیم به خاطر اون که گل هم زیبا بود. چی میشد معلم؟ بله درست. البته گل اول هم گل یکمی که ما زدیم روی حالت استانداردی بود. گل اولی ما و بعدا ما گل جوابی گرفتیم باز از حالت توپ کنجی. بله. گل دوم از حالت استانداردی بود. بله. و گل دومی که از ما تماشا کردیم البته یک هجوم خیلی تیز، یک کانتر هجوم بود و البته بازیگری که در خط هجوم بازی میکنه به حد توپ رو خوب و دروازه روان کرد. حالا این همون گلی که ما گفتیم به حساب گرفته نشد. ببینید چگونه محمد جان نظریف چگونه ضربه نهایت عالی اصلی رویش دو محافظتگر رو میگیرد، بعدا ضربه میزند و ببینید برمیگردد به میدان. ولی چی میگید که این نوارهایی که حالا میبینید از نوار برداری ما که در عربستان سعودی است از همانجا ما گرفتیم و اینجا هم خوب کمی هم معلوم هست که اینجا گل هست یا نیست. حالا یک بار دیگر در این نوارهای آرام کرده شده. ببینیم دوستان گرامی بسیار ببینید این عکس های هستند که مخصوص من برای این برنامه گرفتم. این توپ از خط گذشته ایستاده است. درست؟ همین خیلی هم هست با فکر منم، لیکن به حد یک نواری به حد قین. بله دشوار است. یک نوار دیگر هم اینجا هست. نوار دویمش از پیشتر است. این حالا دیدید از اینجا معلوم است که توپ با خط رو عبور کرده است. خب به هر نحو با این موضوع دوستان گرامی باز برمیگردیم و با شما امین رو گفتنی هستم که این توپ اگر حساب میشد باز بهتر بود اگر به شرطی که برای برآمدن به دور بازی‌های دیگر تناسب توپ ها به نظر گرفته شوند. بله البته گلی چقدر گل زیاد میشید با ما خیلی خوب است، برای که در پیش ما دو آخری خیلی مشکل داریم با دسته کره شمالی و دسته ایران و فکر میکنم که حریفای ما هم آخری با دسته عمان کوشش میکنن که از ما زیادتر گل زنن. درست است. بیاید حالا با آمار این بازی هم توجه میکنیم. بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و عمان اینجا بر اعلا ببینید حالا 61 به 39 این در اختیار داشتن توپ است، یعنی اداره کنی توپ به نفع تاجیکستان است. شماره ضربه ها هم 16 15 ضربه های راست 2 4 ضربه های کنجی 4 6 ما اینجا ضربه های کنجی کمتر زدیم. قاعده ویران کنی ها 12 13 و حالت نوبازی همگی 1 تا بود. این نوارهایی بودند که از دسته منتخب تاجیکستان و عمان حکایت میکردند. حالا باشد من میخواستم درباره دسته منتخب کره شمالی چند سخن گفته باشم، چون که این دسته عجیبش در اون است که ما با عمان در یک گروه بودیم، اما ایران حالا اینجا نوارهایش رو شما ببینید ایران و کره شمالی هم در یک گروه بودند. در بازی که بازی های انتخابی بود دسته منتخب ایران از دسته منتخب کره شمالی با حساب 4-1 مغلوب شد
و این جو باشد فوتبالبازانی هر دو دسته بازی برابر نشان دادند و اگرچه اینجا فوتبالبازانی دسته کره شمالی اولی شده حساب رو اینجا کشودند ولی فوتبالبازانی دسته منتخب خوب ایران هم توانستند که اینجا در برابری این دسته یک بازی خوب نشان دهند و حساب رو برابر نمایند. حالا این لحظه ها دوستان گرامی منظور شما است دیدید گل دسته منتخب ایران هم وارد توری دروازه میگردد و حساب برابری تا با پایان باقی ماند و ما در اینجا دیدیم که چگونه فوتبالبازان هر دو دسته از جمله صحنه از دسته منتخب ایران گل را زد چای چون یک باشد در دقیقه 8 حساب رو کشود. گل دوم در حقیقت بسیار هم جالب بود از جانب ایرانی ها و ضربه های خیلی زیاد رو محض فوتبالبازان کره شمالی زدن. آنها امکانیت خیلی زیادی ضربه زنی داشتن از ضربه هایی که اینجا حالا وقتی که آمار رو ببینید چگونه بازی میکنند خط دفاع و این پرتاب بازیگری ایرانی هم از یک عجب های این بازی است که همین گونه با یک توپخوری خیلی زیاد توانست که یک پرتاب خوبی هم انجام دهد. در حقیقت من گفتنی هستم که اینجا وقتی که سکاوت ها اینجا هستند خیلی زیاد هستند و چند نفر بازیکنان دسته منتخب کره شمالی ما زیر نظر آنها هستند از جمله رقم 9 رقم 11 و بیاید حالا با آمار دسته های ایران و کره شمالی توجه میکنیم. ببینید ضربه ها 19 ضربه اولا اداره کنی توپ رو ببینیم 73 27 به نفع کره است. 19 ضربه 6 ضربه از جانب ایرانی ها ضربه های راست 7 2 ضربه های کنجی 10 3 قاعده ویران کنی ها 7 14 و حالت نوبازی 2 1. این بیان اون این آمارها میکند که کره شمالی امروز خیلی هم پرقوت است. بله چقدر که ما از آمار بازی دسته تاجیکستان و عمان دیدیم ما 16 ضربه زده بودیم طرف دروازه و چقدر که آمار دسته کره شمالی رو میبینیم البته برتری در ضربه ها خیلی دوچندن در بازی ایران. فکر میکنم همه وقت در هجوم این دسته و اون روی جسمانی هم چقدر که از روی نوارا ما دیدیم خیلی بلند قدن فکر میکنم در سرعتشون بلند است. صورت و جسمانی هم بلندن بسیار در بازی های توپای کنجی دیدیم خیلی ضربه های توپی اول هم از ضربه کنجی به دروازه ایران شد بازی ما تماشا کردیم. از دیگر طرف ببینید جالبیت این 19 ضربه که زدن از اون است که 11 ضربه اونها در داخل میدان نزد دروازه یا خود پیشتر جریمه گاه میگفتیم میدان چه جریمه‌ای میگفتیم از همون زده شده است. ببینید که خط دفاعی دسته منتخب ایران رو اونها گذشته توانستند. در این مسئله از خط موازی دسته منتخب تاجیکستان شما رو چی رو انتظار هستی؟ اینجا شاگرد شما هم بازی میکنن. بله خط دفاع چلی که ما دیدیم در بازی عمان نه اونقدر بد بازی کردن و فکر میکنم که سرمربی ما هم همین هیئتی که ما بازی کردیم با دسته عمان همین هیئت رو فکر من که همین هیئت باید با میدان برآید برای که عموما مربی‌ها خیلی کمی در کم هیئتی که غلبه میکنی همون هیئت رو عوض میکنن و چخیلی که ما در اینجا در این امور میبینیم دسته کره شمالی از روی اداره توپ خیلی 73% عموما دو برابر زیاد عموما توپ در دست ایرانی هم نبوده. فکر میکنم 27% فقط همین توپای استانداردی بودن با یک گل زدن. بله عموما خیلی البته فکر میکنم از روی فیزیکی خیلی دسته پرقوت است دسته کره شمالی. بله امورهای اخیر نشون میدن که کره شمالی همین دسته‌ای که 17 ساله هست در آسیا در بین دسته هایی که به این جام آسیا اومده به بازی نهایی امورش از همه بهترین است. حالا اینجا این امیدین گفتن که در حیطه دسته منتخب تاجیکستانی ما باید تغییرات باشد ولی فکر میکنم که تغییرات اونقدر نیست. اینجا حالا نگاه میکنم که همون بازیگرانی که در حیاتی ما بودند در همین جا هستند و در این حالی که این امور رو میبینیم بیاید با جدول گروهی دیگه در اونجا دسته منتخب تاجیکستان بازی کرد یک هم توجه کنیم. بعد دور یکم حالا ببینید تاجیکستان بله 3 امتیاز داریم. این بسیار هم باعث افتخار است. اگر ما از کره شمالی
با 3 امتیاز دیگر گیریم یک بار به جام جهان میریم. اگر مساوی کنیم هم اونقدر دشوار نیست. ما الکی میتونیم که با 4 امتیاز خیلی پیش میرویم. بله البته بله من گفتنیم که ما که امروز در جدول مسابقه در جای اول هستیم و ما برتری داریم. امروز ما 3 خال داریم و بله. عارفان البته کوشش میکنن، لیکن من باوری دارم که سرمربی ما امروز یک تاکتیک درست میگیرن. برای که ما بازی دسته کره شمالی رو تحلیل کردیم و او وظیفه‌ای که در نزد بازیگران هست. البته سرمربی به هر یک بازیگر خیلی که امروز میگیم بازی حل طلب حل کننده است. کره شمالی حریف پرقوت است، لیکن ما اگر با گفته شما اگر دورنگ هم کنیم امروز بازی مساوی است. مساوی برای ما هم خوب است. 4 خال گرفتن با دستری. اگر دسته های عمان و ایران مساوی هم بازی کنند برای ما 4 امتیاز حتی میتوند که ما رو به بازی های جام جهان برد. بله اگر که امروز غلبه شود ما یک رخت جام جهان در دست ما است. بله این دوستان گرامی دسته منتخب تاجیکستان هست که در ورزشگاهی که اینجا بازی برگزار میگردد حالا تمرین میکنند. فوتبال بازان ما البته مربیان هم اینجا هستند، همه از پای کار هستند و ما امید داریم که امروز دسته منتخب تاجیکستان به غلبه نائل میشود. اصلا بازی هایی که اینجا حالا من به شما خواهم گفت الکی در گروه ا غالبان معین هستند. دسته‌هایی که به بازی های من بعد میروند این دسته منتخب ازبکستان است و عربستان سعودی است که 6 امتیازی به دست آوردند. ازبکستان بعد غلبه‌اش بر تایلند با حساب 4-1 در بازی 2-1 توانست دسته چین را مغلوب نماید و این نوارها هم هستند. اگر ما امکانات داشته باشیم میتونیم بازی ازبکستان و چین رو هم نشان دهیم که چگونه گل ها زده شدن. مهم از همه فوتبالبازان دسته چین در این وقوعی اولین شده حساب رو کشیدن، اما رفتی بازی رو به ازبکستان دادن و ازبکستانی ها در این برابر 2 گل زیبا هم زدن. حالا ببینید اینجا این بازی بین چین و ازبکستان است و این توپ از جانب یکی از بازیگران جنگیو زده شد و بعد از این فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان هم توانستند با توسط حسنوف حسنوف گل زد و بعدا علیف در دقیقه 86 و ازبکستان الکی در جام جهان است. نابسته به اون که صاحب جام میشود یا نه این مهم نیست، اما جام جهان رفتن خودش یک جایزه بزرگ هم هست. دیدید این بازی ها رو در اینجا در گروه ا تایلند با عربستان سعودی بازی کرد. تایلند که در بازی اول باخته بود گفتیم از ازبکستان 4-1 در بازی با عربستان سعودی هم نتوانست. اینجا هم در این بازی هم اولین شده محض فوتبال بازون خوب حالا به ما میگن که وقت خیلی پایان یافته است. ما امروز در حقیقت بسیار هم نوارهای زیادی داشته میخواستیم درباره هر 3 گروهی که بازی های دور دومشون به انجام رسیده است به شما بگوییم. خوب درباره گروه اول گفتیم. درباره گروه ب چی گفتنی هستیم؟ ژاپن با 4 امتیاز در زینه اول است، اما امارات متحده عرب در زینه دوم با 3 امتیاز. در این گروه همه دسته ها حالا امکان دارند که با بازی های 4-1 نهایی رو خط گیرند. خوب در گروه اس چی؟ در گروه اس اندونزیا همه رو در غفلت گذاشت و با 2 غلبهش الکی در جام جهان است، چون که بازی آخرینه که اینجا کره جنوبی با یمن میگذرونند. کره جنوبی 3 امتیاز دارد، از دسته اندونزیا شکست خورده بود در دور گذشته و این دسته هم میتواند به بازی های من بعد رود. اما اون نوارها و اون بازی که ما امروز تماشا کردیم از جانب دسته منتخب تاجیکستان و دلخوش کننده هست و میخواهم که همین گونه امروز هم باشد و ما شادی کنیم از گل های زده فوتبال بازان تاجیکستان. بله درست. البته ما تمام آمار یا که بازی گذشته را پس پرده میبونیم و امروز وخری حل کننده البته وخری با دسته کره شمالی میباشد که ما برای دسته شاگردان خود پیش از همه موفقیت در این بازی غلبه تمنا داریم. بله تمنا داریم، اما من میخواستم در این برنامه تو بازی از شما گویم که نتیجه
و فکر شما چند میشود نتیجه این بازی چگونه خواهد جنبش شد؟ اومد به من در یگان در زمان نگفتن، لیکن امروز که بهت بازی یک بازی حل کننده فکر میکنم 2 بر 1 باید ما غلبه کنیم. تشکر. من میگم که به نظرم مساوی میشود این بازی، چون با من میگن که وقتی برنامه ما به پایان رسیده است و پرویز محمد امین آماده است که این گزارش رو تقدیم شما کند. با هم این بازی رو تماشا میکنیم و برمیگردیم به برنامه بعدی بازی و لحظه های بازی امروزه تاجیکستان و کره شمالی رو با هم خواهیم دید.